به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه ترازوی عمل، چون در منتصف ماه شریف رمضان قرار داریم، امروز با هم عاید زکات فطر، چی مقدار بودن آن، به کیها باید دهیم و کی باید دهیم و این چنین کدام انسان ها باید آن را گیرند و دهند صحبت میکنیم. خیلی که میدانیم در نزد جمهور علما تمام مذاهب اهل سنت و جماعت زکات فطر فرض می باشد و فرض بودن زکات فطر دربارش حدیث صحیح در کتاب های صحیح بخاری و مسلم و دیگر تمام کتاب ها آمده است که حدیث از ابن عمر روایت شده است. ابن عمر میگویند فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمین. پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات فطر را فرض گردانیدند در ماه رمضان که باید 1 صاع که تقریبا 3 کیلوگرم هست از خرما و یا از جب و آنچیه که قوت بلد یا همان دولت و کشور اساساً از آن تناول میکنند باید داده شود. کیها باید بدهند؟ العبد و الحر، حتی هر کسی که برده باشد و آزاد باشد، مرد هست، زن است، کودک است، بزرگ است و در روایتی دیگر کم بغل است، ثروتمند است، تمام این گروه باید زکات فطر دهند. پس زکات فطر مقدار از طعام و یا در نزد بعضی از علما پول آن را در روز عید فطر که اولین روز از ماه شوال می باشد و روز عید رمضان حساب می کنیم باید به کم بغلان پیش از نماز عید داده شود و این را و دادن خود زکات فطر را خیلی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض گردانیدند و در شریعت در تمام کتاب فقه بعد از باب زکات می آید که حتما باید زکات فطر داده شود و هر کسی که زکات فطر نمی دهد به گناه کبیره داخل می شود و حتی باید از او به زوری اگر دولت از روی اسلام کار کند گرفته شود، ولی آن را گرفته حتما به صاحبانش به کم بغلان می دهند که کمی بعد نفرانی که از این زکات استفاده می کنند که ها هستند صحبت می کنیم. پس گفتیم زکات فطر در شریعت فرض می باشد. تمام مسلمان ها اگرچه کم بغل باشند هم از آن باید بدهند، ولیکن اگر گفتند ما این 3 کیلو برنج و یا آرد را الان در خانه نداریم و الان در خانه هیچ چیز نداریم، در این وقت لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله کسی را یگان بنده اش را از قدر تواناییش به بالاتر به چیزی امر نمی کند، میگویم هیچ علاج ندارند. ولی در نزد جمهور علما هر کسی که برای 1 شبانه روز خوراک دارد و مقداری صاع یا خود 3 کیلوگرم از آرد و یا برنج و یا خرما و یا هر چیزی که آذوقه‌واری خشک است در خانه دارد اگرچه کم بغل باشد هم نترسیده باید آن را بدهد. و سبب فرض گردانیدن زکات فطر در شریعت چی باشد یا خود حکمتش چی باشد؟ برای آنکه هر چیزی که در شریعت فرض کرده است پروردگار در آن حتما یک حکمت، یک خوشبختی و فایده برای مردم است. پیش از همه خود حکمت زکات فطر چی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان کرده میگویند الله این زکات را فرض گردانید، در دوامش طهرة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساکین، تا اینکه هر کسی که روزه داشت و در وقت روزه‌داری به یگان گناه با زبانش آلوده شد، خواه بدگویی باشد خواه آلوده زبان با سخنهای بیهوده، با دادن این فطر روزه اش یا خود زکات فطرش گناههای در رمضان کرده اش پاکیزه شود. و این چنین پیامبر گفتند طعمة للمساکین، تا اینکه کم بغلان از این خوراک تناول کنند و برای آنها یک هدیه از خوراکواری باشد. پس حکمت اول فرض شدن
زکات فطر این کمک کردن به کمبغالان و آنها را در عید شریک کردن و بگذار آنها بدانند که این عید تمام مسلمان ها هست، هم کمبغل و هم ثروتمند، و برای آنها هدیه ها داده شود. و دوم حکمتش این است که هر کسی که در ماه رمضان به یگان گناه آمیخته شد، با دادن این زکات او از آن گناهایش پاک می شود. و البته که در داخل این حکمت همدردی است که اساساً در روزهای عید کمبغلان زیادتر به جای شاد شدن غمگین می شوند. اگر در خانه پول ندارند، خوراک ندارند، چیزی ندارند، ولی وقت کمبغل می داند که عید می آید و از ثروتمندان برادران مسلمان برای آنها هدیه می شود، همچون زکات فطر که به دست آنها خواه با پول خواه خود طعام را داده می شود. البته برای آنها نیز عید یک شادباشی و خرسندی می گردد. و البته با دادن زکات فطر هر یک ثروتمند و حتی کمبغل، خیلی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند حتی کمبغل و فقیر باید از این زکات به دیگران بدهند. و در خود حدیثی که در مسند امام احمد آمده است، پیامبر میگویند و اما فقیرکم فیرد الله علیه اکثر مما اعطی. و وقتی کمبغلان شما زکات فطر میدهند، الله به آنها از آنچه که دادند زیادتر کرده برمیگردانند. پس کمبغلان نیز در این عید با دادن زکات فطر همیشه خود را پایانه یک کم خود را بالا حس میکنند و میگویند ما هم داده میتوانسته ایم، از ما هم دادن میبرآمده است، که این یک روحیه و قوت دل برای کمبغلان میبخشد. پس در حکمت زکات فطر هم پاکشوی از گناه، هم کمک کردن به کمبغلان، هم یک روحیه قوی پیدا شدن در کمبغل و در ثروتمند است که انسان با دادن یک باره لذت میبرد. و وقتی گفتیم زکات فطر رو کیها باید دهد، البته که در خود حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند که الحر و العبد و ذکر و انثى صغیر کبیر فقیر و الغنی، هر کسی که حتی برده باشد که الحمدلله در زمان ما وجود ندارد و آزاد است، مرد است، زن است، کوچک است، بزرگ است، کمبغل است، ثروتمند است، باید زکات فطر را بدهد. ولی چون کودکان از این زکات در دست ندارند و آنها داده نمیتوانند، به اتفاق جمهور علما پدر از نام فرزندانش زکات فطر را میبرارد. و اگر همسرش در دست پول نداشته باشد و یا خود شرایط زکات برآوردن نداشته باشد، از نام همسر نیز شوهر میبرارد. اما زن اگر خودش صاحب ملک است، پول دارد، چیز دارد، در این وقت بهتر است زنک خودش زکات فطرش را برارد، نه شوهرش از نام او. پس از نام کودکان و از نام زن اگر شرایط نداشته باشد، شوهر زکات را برآورده میکند و همش را جمع میکنند و به یک کمبغل و یا مسکین میدهند. و کدام وقت میدهند؟ بهترین وقت برای دادن زکات فطر این از صبح یکم روز عید تا وقتی خواندن نماز است، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند فمن اداها قبل صلاة فهي زکات مقبوله و من اداها بعد صلاة فهي صدقه من صدقات. هر کسی که زکات فطرش را پیش از نماز عید داد، این زکاتی در نزد الله قبول گشته است. اما هر کسی که بعد از نماز داد، این صدقه حسابیده می شود، اجر آن زکات فطر را نمی گیرد. برای همین در نزد جمهور علما بهترین وقتش از سحری بر وقتی یکم روز عید تا تمام شدنی یا خود تا وقتی نماز عید می باشد. اما اگر انسان دیر کرد، همان روز حتما باید داده شود، و انسان من دیر کردم دیگر نمیدهم گفته از اون گریخته نمیتواند، برای اینکه بالایش فرض است و این فرض قضایی هم که باشد حتما انجام شود. و تا همان یکم روز عید تا بگاهی در نزد جمهور علما و در نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شتابان برده این زکات فطر را میدهند. ولی اگر گفتیم
از سحری روز عید تا وقت نماز عید وقت خیلی تنگ است. شاید ما داده نتوانیم، شاید ما برده رسانیده نتوانیم. البته در این باره روایت از ابن عمر و بعضی از صحابه ها هست که یک روز و یا 2 روز پیش از عید هم صحابگان پیامبر این زکات را میدادند. پس معنایش 1 روز و یا 2 روز از آن پیشتر نه، فقط 1 روز یا 2 روز پیشتر دادن زکات فطر جایز است و این از بعضی از صحابه ها مثل ابن عمر روایت صحیح آمدگی هست که میدادند و پیدا میکردن. اما بهترین وقتش چگونه که پیامبر انجام میدادن سحری روز عید تا وقتی نماز عید است. اما می توانیم 1 روز پیش و یا 2 روز پیش هم زکات فطرمان را به دست کمبغلان برده رسانیم و چطوری که گفتیم مقدارش را پیامبر صلی الله علیه و سلم صاعا من التمر او صاعا من الشعیر و در دیگر جا صاعا من الطعام گفته آمدگی هست. وقتی به خود حدیث نگاه میکنیم پیامبر صلی الله علیه و سلم از جو و یا از خرما و می شود که از گندم و یا برنج و هر چیزی که به این گروه خوراکواری داخل می شود داده شود. هر چیزی که عادتاً در بین مردم آن را می خورند و عادتاً در بین مردم یک عضوقواری زیاد استعمال می شده است و مقدار آن را پیامبر صاع گفتند که صاع تقریباً با کیلوگرم 3 کیلوگرم را ترتیب می‌دهد. ولیکن اگر نگاه کردیم اینجا خرما گفتگی هستند، در جای ما میتوانیم به جای خرما زردآلو خشک یا مویز و یا یگان میوه خشکی که حتی مغزی نباشد بدهیم و البته که بهترینش این است که برنج داده شود. زیادتر مردم از برنج استفاده میکنند. از ارد داده شود و هر چیزی که در بین مردم ما زیادتر از آن میپزند و میخورند و آن را ذخیره کرده میشود. پس میوه های تر یا سبزیجات تر یا هر چیزی که ذخیره کرده نمیشود یک بار باید پخته خورده شود از آن زکات فطر نمیدهند و پیامبر صاع میدادند. صاع یک چینکی هست در اسلام که هر یک مردی که کفی میانه دارد با 2 دستانش 4 بار پر کرده اگر 1 کف 2 کف 3 کف 4 کف به یک طرف از این خوراکواری گیرد 1 صاع حسابیده می شود که تقریبا 3 کیلوگرم را در نزد جمهور علما ترتیب میدهد. پس مقدارش را 3 کیلوگرمی از برنج و یا ارد و یا زردآلو در جای ما اگر کسی خرما داشته باشد از خرما و یا مکرون حتی برای اینکه از این هم مردم عادتا استفاده میکنند به کمبغلان میدهیم و در نزد جمهور علما مثلا مذهبان امام مالک و شافعی و احمد و اکثریت علما حتما باید خوراکواری داده شود، پولش را نه. یعنی نباید ما پولی این زکات فطر را دهیم، حتما باید یا برنج یا ارد یا گندم یا گفتیم زردآلو و مویز و از این چیزها دهیم، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیاتشان یگان بار پول نداده بودند و صحابه ها نیز همیشه از طعام میدادند. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و به این قول مثلا حتی ابن تیمیه، امام بخاری و از قول های صحابه ها علی ابن ابی طالب، عمر ابن عبدالعزیز، صحابه های دیگر هم هستند که میگویند مقصد از دادن زکات فطر این کمک کردن به کمبغل است. پس ما میتوانیم پولش را دهیم، شاید کمبغلان به پول احتیاجشان ببخشید زیادتر باشد و حتی در مجلس علمای اسلامی اروپا هم میگویند بهترش پول دهیم برای اینکه در شرایط اروپا پول دادن آسان‌تر است. از کارت به کارت یک باره روان میکنند و کمبغل را پیدا کرده به او چند کیلو برنج دادن کمی مشکلی هست برای آنکه مسلمان ها در هر طرف پراکنده هستند. اما در دیگر دولت های اسلامی از جمله مصر و دیگر عربستان سعودی اینجا میگویند بهترش اون کاری که پیامبر کردن آن را کنیم و اگرچه بعضی از صحابه ها و بعضی از علما پولش رو اجازه دادن بیاید ما خیلی که پیامبر انجام دادن از آن انجام میدهیم. پس در نزد مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و بسیاری از علمای دیگر اگرچه جمهور نیستند جایز است که پولش داده شود و پولش رو چه خیلی میدهند مثل تاجیکستان 5 سامان و 10 سامان نه، پولش عیناً اگر شما گورنج یا خود ببخشید برنج اگر شما برآوردنی باشید حتما 3 کیلوگرم برنج پولش چقدر می شود همون رو می دهید. مثلا در تاجیکستان الان 1 کیلوگرم برنج برابری 10 سامانی هست. پس یک نفر زکات فطرش برابر 30 سامان است. اگر از ارد حساب کنیم مثلا 1 کیلو ارد در تاجیکستان چند سام است، پس 3 کیلوگرم ارد
چقدر هست پول اون رو میدین. از پیش خود 5 سومان و 12 سومان حساب نمیکنن. عیناً مقدار 3 کیلوگرم طعامی که از اون باید داده شود پول اون رو حساب میکنند و به کم بغل میدهند و اگر پولش رو داده شود به خودی کم بغل میتوان بگفت که خودت هر چیزی که لازم داری بخر و یا حتما با همین پول برای خود طعام بخر. و درباره اش گفتیم این رو زکات فطر رو بعضی ها میگوین به فرزندان خود میدهم، بعضی ها میگوین به پدر و مادرم میدهم. اینجا اشکال بزرگی هست که مردم گمان میکنن همین زکات فطر رو به کسی که داده میشود و مهم نیست که کی هست. لیکن قاعده زکات فطر این است که به پدر و مادر دادن جایز نیست، به فرزندان خود دادن جایز نیست، شوهر به زن خود و در قول بعضی از علما علل خصوص مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زن به شوهرش دادنش جایز نیست. این زکات فطر رو پس به پدر و مادر و فرزندان خود نمیدهیم و این چونین به نفرانی که شرایط دارند آنها زندگی خوب دارند به آنها داده نمی شود. وقتی پیامبر گفتند طعمة للمساکین، این خوراک برای بینوایان است، کم بغلان است، حتما به کم بغل داده می شود. اگر برادر و خواهر ما کم بغل هستند می توانیم به آنها دهیم و یا خاله و عموی ما. اما پدر و مادر ما اگر کم بغل باشند نگاه کردن آنها، کمک آنها بالای ما فرض است. ما از زکات فطر این کمک را نمی کنیم. فرزند ما اگرچه به خانه باشد و کم بغل باشد کمک کردن به فرزند در گردن پدر و مادر اگر شرایط دارند همیشه واجب میماند. و آنها از حق خودشان کمک میکنیم. اما صدقه ببخشید زکات فطر مخصوص مساکین کم بغلان است که حتما باید به کم بغلان داده شود. و این چونین زکات فطر رو میتوان به خویش و تبار نزدیک خود، البته به جز پدر و مادر و فرزندان دهیم اگر آنها کم بغل باشند و شرایطی پست دارند. نه شرایطی میانه دارند، خودشان اونقدر حالتشان بد نه، در این وقت خویش و تبارم نگفته به یک نفری که کم بغل تر است به آن داده می شود. و چه خیلی که گفتیم در دادن زکات فطر اینجا من خودم شرایطی خوب ندارم چرا من میدادم، چون این گپ وجود ندارد. به جز یک طایفه ای که عموما در خانهشان یک عضوقواری یا خود پروداکت برای یک شبانه روز ندارند، فقط همین ها زکات نمیدهند چون در خانه هیچ چیز ندارند. اما بقیه هر نفری که برای یک شبانه روز خوراک دارد حتما باید از این زکات فطرش را برآورده کند. و زکات فطر را مثلا در خانه 6 نفر باشند، اگر چی کودک باشد مثلا 4 تاش کودک، پدر و مادر از نام 6 نفر برآورده می شود و در خانه 10 نفر باشند از نام 10 نفر برآورده می شود. و می توانیم که زکات فطر را به یک عائله کم بضاعت بدهیم عموما همش را. و می توانیم که اگر 2-3 عائله رو ما میشناسیم به 2-3 عائله بدهیم. و ما می توانیم که زکات فطرمون را حساب کرده مثلا 20 کیلو و 40 کیلوگرم آرد خریم و یا برنج خریم و می توانیم که نصفش رو برنج خریم، نصفش رو آرد خریم، نصفش رو میوه های خشک خریم که در این وقت باز برای کم بغلان فایده زیادتر می رسد. حتی به گفت بعضی از علما عمل کرده یک مقدارش رو پول دهیم، یعنی یک کم پول، یک کم از این، یک کم از اون عضوقواری که بهترین اید برای کم بغلان می شود و این چونین برای خودمون هم اجر و ثواب زیاد دارد. و اینجا عزیزان گفتیم نفرانی هستند که به آنها زکات فطر داده نمی شود، از جمله کافر. هر کسی که کافر است به او زکات فطر دادن جایز نیست و عموما از زکات به کافر داده نمی شود. و این چونین هر کسی که آلوده گناهی کبیره است، زینوکاری، مینوشی یا خود قماربازی و انسان میداند که اگر به او زکات فطر داده شود او میگیرد و به گناه استفاده میکند. در این وقت اگرچه کم بغل باشد هم به او داده نمی شود چون کمک کردن در گناه است. اما اگرچه آلوده گناه است اما اگر به او داده شود او در گناه استفاده نمی کند، یک مسلمانی گناهگار است به او در این وقت داده می شود. الان که اکثریت در مهاجرت مهنتی قرار داریم، مثلا ایده در اروپا، ایده در روسیه، در اوکراین، در ترکیه، در هر جای تاجیکی بیچاره الان آواره و سرسان است و بسیاری میگویند در همسایگی من یگان مسلمانی کم بغل نیست، اینجا مثل تاجیکستان نیست یا مثل آسیای میانه نیست، الحمدلله اطراف من همه انسان ها شرایط خوب دارند، پس زکات فطرم رو من به کی دهم، به کجا دهم؟ البته که در این وقت میتوانید زکات فطر رو به تاجیکستان روان کنید. ما میتوانیم از دولت به دولت زکات
زکات فطرمون رو در وقت کمبغل یا مسکین پیدا نکردن گسیلانیم که این در شریعت جایز می باشد. ولی در وقت گسیلانیدن مبلغش که ما نمیتونیم برنج و ارد از اینها فرستیم، وقتی که ما مبلغش رو میفرستیم حتما یک نفر رو وکیل خود گیریم. در تاجیکستان مثلا که من برای تو مبلغ زکات فطر اهل عائلم رو میفرستم، تو باشی یک روز پیش از عید و یا بهترش سحری روز عید به همین پول همین مقدار آذوقه‌واری برنج و یا ارد و یا چیز دیگر رو میخری و به خانه فلانی کمبغل برده میدهی. در این وقت حتما باید چنان ما مبلغ را فرستیم که از نام تمام اهل عائله ما آن مقدار آذوقه‌واری را خریده شود. دوم اینکه چنان فرستیم که مبادا دیر نکنیم، برای اون که اگر مبادا دیر شد، خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن وای الکی زکات فطر نیست و یک صدقه عادی است. پس پولش را وقتی میفرستیم خیلی باید احتیاط شد که مبادا دیر نشود و حتما میتوانیم حتی یک هفته و یا 2 هفته پیشتر از عید فرستیم و به یک نفر فرمایش داده مانیم که تو وکیل من در دادن زکات فطر هستی و در همین مبلغی که امانت در دست تو است با این تو به کمبغلان پیش از عید 1 روز یا 2 روز و یا در روز عید صبحی میبری و این رو میدهی. و اینجا عزیزان یک مشکلی دیگری هست که الان میگویند در تاجیکستان در بدر از همه صدقه فطر میگیرن یا خود زکات فطر میگیرن، کمیته محله و یا امام و یا امامی مسجد کسی دیگر به آنها دهیم یا نه. عزیزان چه خیلی که پیامبر گفتن این حق کمبغل است و بهترین راهش این است که خودتان به دستتان برید و به کمبغلان دهید. در همه جا پیدا میکنید که زکات رو و صدقه رو به دست خود دادن اجرش دیگر است. برای همین نه به یگان کمیته و یا نفر دیگری نباید باور کرد و اعتماد کرد، برای اینکه نمیدونید که آنها از اهل امانت هستند، در حقیقت به کمبغلان برده میدهند و یا به جیب دیگران. پس خودمان اون رو میگیریم و البته که هر یک عائله کم بضاعتی رو میشناسد، بعد از تمام برده به کمبغلان میدهیم، به یگان از این نفرها باور نکرده. پولش باشد پولش و از خود خوراکواری باشد از خود خوراکواری و به یگان مشکلی نترسیده گفته میتوانیم که من خودم این رو میبرم و به کمبغلان میدهم یا اینکه من الکی دادم. و مشکلی دیگر بعضی ها میگویند 2 هفته پیش دادن جایز است، 1 ماه پیش دادن جایز است، الکی رمضان در اومد، بعضی ها در جمع کردن هستند. البته که خیلی که گفتیم فقط 1 روز یا 2 روز پیش از روز عید دادن از بعضی صحابه ها روایت است، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه سحری روز عید می دادن، یگان روز بر وقتتر از اون نمی دادن. پس 1 هفته 2 هفته پیش داده نمی شود، 1 روز 2 روز بعد از عید داده نمی شود. زکات فطر مثل نماز وقتی معین را دارد، از اون دیر شد قضا می شود، از اون دیر شد قضا می شود و اجر قضا مثل اجر ادا نیست که یک باره در وقتش انجام دادیم. حتما بهترین وقتش این است که سحری نشد 1 روز یا 2 روز پیش، اگر قضا کردیم دیگر مجبور تمام روزی عید میدهیم. لیکن خیلی که گفتم به دست خودتان به خانه کمبغل برده شبش، یعنی همون آخرین روز رمضان که ما افطار کردیم الکی پگاه عید است، شبانگاه میتوانید ببرید و به خانه یگان کمبغل دهید و هرگز به کسی اعتماد نکنید و بگذار همه دانند که زکات فطر این یگان جریمه جمع کردن و یا یگان نالوگ جمع کردن است که کی خواست بیاید و جمع کند. این حق کمبغل است که پروردگار فرض کرده است و با دستمون ببریم و به دیگران دهیم. و خیلی که گفتم بعضی ها میگویند من خودم شرایطی اونقدر خوب ندارم، راستی گپ من خودم بیوزن هستم و یا یتیم دارم و یا شوهرم در مسافرت است. عزیزان یقین بدانید که زکات فطر سبب کمبغلی شما نمی شود. این وعده پیامبر صلی الله علیه و سلم است، میگویند و اما فقیرکم فیرد الله علیه اکثر مما اعطا. کمبغلان شما اگر زکات فطر دادن، از داده اشون زیادتر الله به آنها برمیگرداند. شما بدهید و یقین 100% به این حدیث پیامبر باور کنید که داده من سبب کمی من نمی شود و من حتما هر چی دادم زیادتر می گیرم. و از نام خودتون اگر 3 کیلو ارد و یا مبلغ آن و یا 3 کیلو برنج
و یا مبلغ آن را دادید، از نام کودکانتان دادید، حتما از آن زیاد و بر زیادش بر شما برمیگردد، از این کم نمیشوید. و این یک ترس مردم ما است که اکثریت نفرانی که درباره زکات فطر صحبت میکنید یک باره در چشمشون ترس است که اگر ما در عائله الان مثلا 6 نفر زندگی کنیم، برای 6 نفر ما چقدر باید زکات فطر دهیم، یا اینکه عائله ما خیلی بزرگ است، ما چند نفر هستیم، این خیلی زیاد می شود. ولیکن هر کسی که یقین میداند که وقت داد به او داده می شود، این را بداند که زکات فطر اول شده فرض است، دوم شده وقت دادید از فقر نترسید که داده اتان به شما برمیگردد. و گفتیم حتی از نامی کودکان، کودکی که یک روزه است در شریعت اسلام، یک روزه کودک هم باید از نامش زکات فطر داده شود. و حتی در نزد بعضی از علما روایت از حضرت عثمان رضی الله عنه هست که حتی زنی که حامله است باید از نام جنینی که در بطنش هست زکات فطر دهد که این باز اجر و ثواب دارد. پس حتی زنهای حامله از آن کودکی که در بطنشان است در نزد بعضی از علما باید زکات فطر دهند. لیکن این فقط در نزد بعضی از علما، اما در نزد تمام علما یک روزه کودک شما، دو روزه کودک شما حتما از نام همش پدر باید زکات برآورده کند. و بعضی پدران میگویند دخترک من خانه‌دار هست، نبیره دارم یک چند تا و میدونم که شرایط دخترم خوب نیست، آیا میتوانم از نام دخترم، دامادم، نبیره هایم زکات فطرش را دهم؟ البته که میتوانید. زکات فطر را میتواند پدر از نام فرزندانش و یا یگان خیش از نام خیشش که من از نام تو میدهم و او هم میگوید تمام تو از نام من ده، هیچ مشکل ندارد. اگر کم بغل هستند میتوانیم همدیگر رو در اینجا دستگیری کنیم. و خیلی که گفتیم عزیزان، زکات فطر به یک گفتن چیزی عادی نیست، این فرض است، مثل روزه شما فرض است. و فرق نمی کند انسان مسافر است، بیمار است، عذر دارد و روزه نگرفت، چی روزه دار بودید چی روزه دار نبودید، شما بیمار بودید، مسافر بودید، عذر داشتید، زکات فطر برای کل مسلمان فرض است. حتی زنی که مثلا به سبب تولد کودک روزه نگرفت، پیرزنی که به سبب بیماریش روزه نگرفت، مردی که به سبب مهاجرت و مسافری روزه نگرفت، همه باید زکات فطر را دهند. زکات فطر مخصوص روزه داران نیست، تمام مسلمان ها باید از این زکات به کم بغلان بدهند که این را پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض کرده می باشند. و این بود عزیزان درباره ملخص درباره زکات فطر. اگر سوالی داشته باشید بفرمایید و انشالله که در جواب دادن سوال های شما هستیم. یکم سوال، آیا افطار دادن به مردم اسرافکاری است؟ البته که افطار دادن به مردم اسرافکاری نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در کتاب‌های سنن و ابن ماجه هم هست که هر کسی که به روزه‌داران افطار داد او مثل اجر روزه‌دار را میگیرد و روزه‌دار نیز اجر خودش را میدهد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هر وقتی که به خانه کسی خودشان مهمان میشدند، پیش از آن خانه خسته بیرون رفتن میگفتند افطر عندکم صائمون، بگذار در خانه شما روزه‌داران افطار کنند. پس افطار دادن به مردم هرگز اسرافکاری نیست، این ثواب است، سنت است، انسان اجر میگیرد و چقدر روزه‌دار زیاد باشد آنقدر اجر میگیرد. لیکن اسرافکاری زمانی هست که از حد و حدودش خوراک زیادتر پخته شد و از حد و حدودش دسترخوان زیادتر آراسته شد و آن خوراک بعداً ویران شد. لیکن ما خوراک رو زیاد پختیم، هرچی زیاد کرد از بقیه مهمان ها باقیمان به دیگران تقسیم کردیم، به همسایه ها دادیم، هرگز در اینجا افطار نیست، اینجا اجری زیاد دارد. سوال دیگر، السلام علیکم، درباره زکات می گفتید. من در روسیه هستم، 300,000 روبل پول دارم، یک ماشین دارم نرخش 80,000، پس چند سوم زکات مالتیم؟ پیش از همه سوال کننده عزیز، ماشینی که دارید شما سوار میشوید در آن زکات وجود ندارد. و برای پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در اسب مسلمان، در خانه زیست مسلمان زکات وجود ندارد و در این ماشینی که خودتان برای سوار شدن اگر خریده باشید زکات وجود ندارد، مگر اینکه برای بند کردن
پول اگر خریده مونده باشد که برای اون که پولی من در یک جا بند ایستد من این رو میخرم، در این وقت این زکات دارد و زکات با 300,000 و 400,000 نه، به نرخ طلا ما حساب میکنیم. اگر همین پولی که در دست دارید بگذار گفتیم 300,000 پول شما مقدار 85 گرم طلا که برابر باشد، یعنی با همین پول شما می توانسته باشید که 85 گرم طلا و یا 595 گرم نقره خرید، در این وقت در این پول شما زکات وجود دارد و از 300,000 ما این رو 2.5 فایزش رو جدا میکنیم. برای جدا کردن، برای مثال مثلا 300,000 رو به 10 تقسیم میکنیم و اون چیزی که حاصل شد به 4 تقسیم میکنیم و اون هر چیزی که از این برآمد ما اون رو زکات میدیم. برای مثال مثلا 300,000 رو میگیرید، تقسیم میکنید به 10، بعد از اون رو تقسیم میکنید به 4، میبراید تقریبا 7,500. پس در 300,000 پول شما اگر مقداری 85 گرم طلا باشد 7,500 روسی زکات هست. اگر خطا نکرده باشم باز یک بار حساب کرده بینید. سوال دیگر، سری هر یک آدم چقدر زکات دهیم؟ سری هر یک آدم چه خیلی که گفتیم مقداری 3 کیلوگرم یا برنج یا ارد یا مکرون یا زردآلوی خشک یا هر میوه‌جات خشک مویز داده می شود و پول آن رو هم در نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و بعضی از علما داده می شود، ولیکن بهترینش برای چقدرش رو حساب کردن سنت پیامبر است که با 2 کف خود، کف میانه یک مرد 4 بار پر کرده از ارد و یا برنج رو به یک سلفن می اندازد که حدوداً 3 کیلوگرم یا کمی از اون زیاد کمتر رو ترتیب می دهد و آن را شما به کم بغلان می دهید. سری هر یک آدم 3 کیلوگرم یا برنج یا ارد یا مکرون یا هر چیزی که خوردنی هست و آن را ذخیره کرده می شود، ولیکن عادتاً در همان مکان مردم از آن استفاده می کنند. مثلا گفتید من لوبی یا لوبیا می دهم، در تاجیکستان اونقدر لوبیا استفاده نمی کنند و اساساً بهترش ارد و یا برنج است. سوال دیگر، اپا جان اگر فطر روزه را به مادر یا برادر خود دهی می شود اگر مسکین باشد؟ چه خیلی که گفتم خواهر عزیز، فطر روزه را به پدر و مادر، به فرزند و نبیره، این چونین پدر بزرگ و مادر بزرگ دادن جایز نیست. آنها مسکین باشند شما از پول خودتون باید به آنها کمک کنید، لیکن به برادر می شود. برادری که مسکین هست به برادر خودتون داده می توانید. سوال دیگر، السلام علیکم، پدرم دوخه رو به زنش گرفته است، زنش عقلش کم است، آیا نکاح دختره رو درست می نویسید؟ السلام علیکم، پدرم دختره رو به زنی گرفته است، زنش عقلش کم است، آیا نکاحش درست است؟ نکاح با زنی به عقل، انسانی دیوانه نکاحش درست است اما خودش نه، ولیش او رو به نکاح میبرارد، یعنی همین زن خودش نبود، پدری همین زن یا برادری همین زن و یا خویش و تبار این زن رضاگی این دختر رو میدهند، اما گپ خودش، یعنی من راضی هستم یا نیستم، گپ خودش رو قبول نمیشود برای آنکه دیوانه است، مگر اینکه بعضن به عقلش آید. لیکن عموما نفر دیوانه رو اولیاش، پدرش و یا برادرش و یا عمویش، هر خویشاوند مرد او به نکاح میبرارند. سوال دیگر، ینگه ام اکم رو مجبور میکند که خیر و صدقش، فطر و زکاتش رو فقط به خویشان زنش دهد. هر سال اکم زکاتش رو به خویشاوندان زنش میدهد. آیا این عدالت است؟ پیش از همه تعجب به ینگه‌تان نه به برادرتان است که برادرتان برای چی حتمی سخن زنشان رو قبول میکنند. در جامعه تاجیکستان که این چیز خیلی کم است. چیز دیگر، اگر خویشاوندان زن مسکین باشند به آنها داد مشکل ندارد، لیکن فقط خویشاوندان زن رو جدا کرده خویشاوندان خودش رو جدا کردن البته ناعدالتی است. ولیکن خودی صدقه فطر هم اگر به خویشاوندان خود دهید، خویشاوندان خود اهل بیت خودتون، خواهرتون، برادرتون، خواهرزاده، برادرزاده، خاله، اما بهتر است و به هر کسی که هم دادید حتما باید مسکین باشد. ولی اگر سبب این کار برادرتان جنگ و جنجال و یا خود بدبینی بین شمایان شده ایستاده باشد، این یک فتنه است که بهترش نه به خویش و تبار خودش نه به خویش و تبار زنش به یگان بیگانه دهد یا تقسیم کرده کمی به اینها کمی به آنها دهد اگر مسکین و کم بغل باشند. سوال دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به خواهر دادن زکات فطر درست است یا نه؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بعضی نفرانی هستند که
کفالت آنها در دست ما است. مثلا ما به کفالتمون گرفتگی هستیم که همیشه او را نگاه و بین میکنم. اگر خواهر و برادر کوچک هم مثل همین زندگیش در دست شما باشد، شما به کفالت گرفته باشید، جایز نیست، برای اینکه نفقه او گردن شما فرض است. اما خواهرتان زندگی جدا علاهیده دارد و نفقه او به شما فرض نیست، همسر دارد، شوهر دارد. البته که به این خواهر که زندگیش عموما جدا است زکات فطر داده می شود و به برادر هم داده می شود. سوال دیگر، یک آدم نمازخوان و روزه‌دار به یک همسایه اش قرض می دهد. چند سال می گذرد قرض را داده نمی تواند. این آدم قرضدار به مردک نمازخوان قرض داده می گوید دخترم را به نکاحت گیر، مرا از قرضداری صاف کن. این پولدار راضی می شود و دختر بیچاره را قرضدار را به نکاحش می گیرد. آیا این ظلم نیست؟ به جز ظلم این گناه است. این گناه است. در شریعت نکاح هست، اگر خطا نکنم با نام شغار که در شریعت حرام است. دو مرد با هم شرط میبندند، تو به من دخترت را میدهی، من به تو دخترم را میدهم، یا اینکه تو به من خواهرت را میدهی، من به تو خواهرم را میدهم. با این نمود نکاح ها اینجا رضاگی دختر حتمی است و پدر از نام خودش دخترش را به او دادنش گناه است و نکاح اگر دختر راضی نباشد اصلا نکاح صحیح نیست. حتما رضاگی پدر و دختر حتمی است. چیز دیگر دختر مال نیست که به قرض او را فروشید. اینجا فروختن یک زن است. اگر ببینید پول را به خودت گیر اما دخترت را به من ده. این یک خرید و فروش آدمی است که البته این به جز ظلم گناه است و اگر از روی شریعت حکم کنیم دخترک هر دقیقه میتواند به قاضی شکایت کند و این نکاح را ویران کند. اما خود دخترک گفته باشد من راضی هستم، مرد خوب است، در این وقت این شرط پول را به من ده، این رو میتوان مثلا مهر دختر گفت اگر دختر راضی باشد و هیچ مشکل نباشد. اما دختر راضی نه، از دختر نپرسیده دو مرد با هم این گونه شرط و شروط بسته باشند، این در شریعت جایز نیست و البته که هم ظلم است، هم گناه است، هم آدم فروشی است. سوال دیگر، اپای مسلمم هم 2 سال می شود که در رمضان زکات می تیم. این سال پولهایم بند شدن. اگر من غیر رمضان زکات مالم را تیم، آیا این ثوابی که در رمضان می گیرم از این بهره مند نمی شوم؟ البته که زکات دادن چگونه که گفتیم حتمی نیست در رمضان داده شود. زکات وقتی که در دستتان مبلغ 85 گرم طلا و یا از آن زیادتر هست و 1 سال گذشت، زکات بالای شما فرض می شود و حتمی نیست در رمضان دهید. در رمضان فقط به خاطر مبارک بودن این زمان و این اوقات میدهند و هر وقتی که شما زکاتتان رو دادید شما ثوابش رو میگیرید و اجرش رو میگیرید و نیت رمضان رو داشتید و نتوانستید، البته که انما الاعمال و بالنیات، همه عمل ها به نیت وابستگی دارد، اجرتان ان شاء الله در نزد الله ثابت می باشد. سوال دیگر، من زنم و 2 فرزندم باید چند فطر روزه دهم؟ 4 نفر می شود. پس حساب کنید برای 4 نفر 3 کیلوگرمی، مثلا اگر شما از برنج می دهم گفتید برای 4 نفر 4 را ضرب می زنیم به 3 می براید چند؟ 12 کیلوگرم برنج به یک کمبغل می دهید و یا اینکه اگر پولش رو می دهم گفتید حدود 120 تومان به یک کمبغل می دهید یا اینکه 12 کیلوگرم ارد می دهید، یعنی از سر هر یک نفرتون شما 3 کیلوگرمی برنج و یا ارد به کمبغل می دهید. پولش رو دهید هم در نزد بعضی از علما جایز می باشد. سوال دیگر، آیا به مخالفان رژیم امام علی که برای عدالت مبارزه برده ایستادن زکات دهیم جایز است یا نه؟ زکات را به نفر میدید که مخالف است، مخالف نیست، کم بغل است. زکات حق مساکین، طعمة للمساکین است. هر کسی که مسکین است، مسلمان است، به او شما زکاتتان را میدهید. سوال دیگر، آیا شما حلقه درسی دارید که ما از شما درس گیریم؟ آره، ما در واتساپ و در تلگرام حلقه های درسی فقط برای خواهران وجود دارد. می توانید به آنجا داخل شوید و رقم های واتساپ ما را از کارگردان گیرید. سوال دیگر، در محله ما آب نیست، آیا به پول زکاتم به محله آب بیارم زکات از گردنم صاف می شود یا نه؟ سوال دهنده عزیز، پول زکات مبلغ خاص برای کمبغلان است و با آن پول نه خانه خریده به کسی میدهید، نه پول ساخته میدهید، نه مکتب پوشیده میدهید، نه مستشفی. اگر شما میخواهید آب بیارید، عادی ترین با پول خودتان همچون صدقه برای مردم آب میارید. اما زکات مبلغی هست که به دست کمبغل باید برسد و کسی که میگوید با زکات خودتان مکتب سازید و چیزی دیگر وجود ندارد. همچنین کیها باید زکات گیرد؟
الله در قرآن در سوره توبه 8 طایفه را ذکر کرده است. کمبغلان و مسکین ها اساساً و اونهایی که قرضدار هستند و در راه ماندن. برای پول ساختن، راه درست کردن، مکتب بنا کردن، بیمارخانه درست کردن زکات وجود ندارد. اینها را از خیریه های عادی که مردم همچون صدقه هر روزه میدهند و اساساً باید از بیت المال یا خود از خزینه دولت این کارها انجام شود. اما زکات شما اینچنین زکات فطر حق خاص کمبغل است که به دست کمبغل برده رسانید. پول ساختید، آب آوردید، مکتب ساختید، زکات حسابیده نمی شود، از گردن شما ساقط نمی شود، اگرچه ثواب میگیرید، اما زکات را حتما مبلغ را به دست کمبغل دهید. سوال دیگر: السلام علیکم، شخصی که در رمضان کار نکند گناهگار می شود؟ راستی و علیکم السلام. من درست متوجه نشدم که کار نکند به کدام معنا است. یعنی من روزه می دارم و کار نمی کنم گوید البته گناهگار نمی شود، یک ماه برای عبادت وقتش را جدا می کند و همان رزق روزی را الله از خزائنش به او می رساند. سوال دیگر: اگر با پول حج پول سازی، حج از گردنت ساقط می شود. یک همقشلاقی ما کمپیر پولی به حج جمع کردهش را صرف کرده پول ساخت. آیا این درست است؟ این یکی از فتواهای علمای درباره تاجیکستان است که گویا با پول حج اگر پول ساختید شما حجتان قبول، با پول زکات آب آوردید و مکتب ساختید زکاتتان قبول، یگان اساس ندارد. حج بالای هر یک مسلمان توانا فرض عین است و انسان شرایط دارد و حج نمی کند گناهگار است و برای این گناهی عادی نیست، گناهی کبیر است. برای ترک کردن آنچه که فرض است و با آن پول ساختی هر کار، مسجد حتی ساختی، هرگز حج تو حج حسابیده نمی شود. و چه خیلی که گفتیم پولسازی کارهای دیگر رو باید از خزینه دولت کرده شود و یا اینکه مردم بین هم، اگر دولت تماما نال است هیچ چیز ندارد، مردم با هم انجام دهند. اما از پول حج این کارها رو کردید هرگز حجتان ساقط نمی شود و شما حتما باید حج کنید. و نفرانی که گمان میکنند با این کارشان حج کردن، این حج رو فقط در نزد دو سه نفره کردن که بالای خود سرور میدانند، اما در نزد الله این حج نیست. و از کجا خواهید، در کدام خواهید میتوانید ببخشید در کدام کتاب خواهید میتوانید پیدا کنید که آیا با پول حج من این را کردم اون را کردم ساقط است یا نه؟ ساقط نیست، برای اینکه حج عبادت مخصوصی هست که الله بالای نفران توانایی داشته فرض کرده است و جای این عبادت رو هیچ چیز نمیگیرد. شرایط داری حتما باید حج رو خودش رو انجام دهی. سوال دیگر: سلام علیکم، من خانه 2 اتاژه پوشیدم، برادرانم مرا نصیحت میکنند پیغمبر در خانه لایی مردند، آیا من خطا کردم؟ ممنونم اپا جان، اوازتون خسته نباشد. گویم پیش از همه علیکم السلام، اگر شما شرایط دارید و خانه 2 اتاژه دارید هیچ مشکل ندارد، این گناه نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الله دوست می‌دارد اثر نعمتش را در بنده‌اش ببیند. شما پول دارید، شرایط دارید، میخواهید برای خودتان خانه سازید، به شرطی که برای فخر و خودنمایی و ریا نباشد هیچ مشکل ندارد. آره پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه لوین زندگی میکردند، اما صحابه هایی بودند که مثل قصر خانه داشتند و صحابه های دیگری بودند که خیلی شرایط خوب داشتند. مثلا از حیات تابعین ببینیم بهترین خانه امام مالک بود، بهترین زندگی ابو حنیفه رحمت الله علیه بود. اینها نیز پیروی پیامبر بودند. انسان میتواند زهد کند، یعنی پول دارد، مال دارد و میگوید من زندگی خاکسارانه میکنم و از این مبلغ به کمبغلان میدهم که این زهد است و ثواب زیاد دارد. اما انسان از پول حلال خود برای خود خانه بهتر ساختن، لباس بهتر پوشیدن، مرکبی بهتر یا خود ماشینی بهتر خریدن، به شرطی آنکه ریا و خودنمایی نباشد هیچ گناهی ندارد، برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خوشبختی انسان در خانه وسیع و زن اطاعتگر و مرکب یا خود و زبانی حاضر گویم در ماشین خوب است که در آن زمان اسب و شتر بوده. هیچ گناهگار نمیشوید به شرطی چه خیلی که گفتیم خودنمایی نباشد و از پول حلال باشد. و معناش این است که حتما باید ما نیز مثل پیامبر خانه لوین داشته باشیم. این را بعضی از صحابه ها کرده بودند، اما صحابه های دیگر هم بودند که زندگی خوب داشتند و کسی آنها را ملامت نکرده بود. سوال دیگر: اپا من یک خواهر دارم، از شوهرش جدا شده است، اما نگاه و بینش به دوشی من هست. من زکات فطرم را هر سال میتیم، جایز است یا نه؟
سوال کننده عزیز، اگر این خواهر شما نگاه و بینش کاملا در تگ دست شما باشد، در این وقت به او زکات فطر نمیدهید، برای اینکه شما کفیل او هستید. شما خودتان را همچون کفیل او با نگاه و بین او خودتان را قرضدار کردگی هستید. این پول را به یگان کمبغل دیگر میدهید. اما گفتید زندگی است جدا است، من گاهی کمک میکنم گاهی نه، در اینجا مشکل ندارد. اما همچون کفیل به گردنتان کلا زندگی خواهرتان را گرفته باشید، زکات فطر به هر کسی که در کفالت ما است به او داده نمی شود. سوال دیگر: السلام علیکم، من در روسیه زکات فطرم رو به کی دهم؟ و علیکم السلام. در آخر برنامه ببخشید در آخر موضوع گفتیم که کسایی که در روسیه هستید، در اروپا هستید، در جایی هستید که مسلمان نیست، زکات فطرتون رو به تاجیکستان فرستید، به یک نفری امانتدار پولتون رو فرستید و گوید با همین مبلغ به کمبغل 3 کیلو برنج و یا آرد خر و برده ده. با این کار، یعنی با این به کفالت گیری، یا یگان خش و تبارتون رو که از نام من زکات فطر مرا ده، بعدا من به تو پولش رو میدهم گفتید، هم هیچ مشکلی ندارد. سوال دیگر: اپا جان، من بیمار هستم، در حق من دعا کنید. پروردگار از آن صفت شافع یا خود شفا دهنده خودش پروردگار رو میپرسیم در این ماه مبارک رمضان هم شما رو هم کل مسلمانان بیمار و علل خصوص بیماران ما، برادران تاجیک و خواهران تاجیک ما رو همش را خودش شفا دهد. سوال دیگر: اپا فرزندی در بطن مادر بوده زکات میدهیم؟ آره، خیلی که گفتیم این در نزد جمهور علما نه. بعضی از علما مستحب میگویند و اثر حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه هست که میگفتند هر کسی که حامله دار است از کودکش هم زکات دهد. اگر دادید خیلی خوب است، اگر ندادید گناهکار نمیشوید. البته این زکات فطر رو در نظر داریم. سوال دیگر: مرد با زن قهری کند، زن مجبور گپ زند از پشت شوهرش که قهری است، نماز جماعت خواند درست است یا نه؟ قهرگی زن و شوهر چیزی عادی است، در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و در خاندان پیامبر هم بود. هیچ مشکل ندارد که با هم قهری باشید و نماز جماعت خوانید، این به نماز شما هیچ ضرر نمی کند و قهرگی خیلی زود پایان می یابد. برای اون که خیلی که میدونیم قهرگی در زندگی اولیوی اگر نباشد هم اونقدر از زندگی شیرین نمی شود. حتما قهرگی هست، آشتگی هم هست و نماز شما درست است، با جماعت نماز خونید، با ثواب زیاد دارد. السلام علیکم، دختر بعد از شوهر کردن چه حق دارد؟ و علیکم السلام. درباره حق شوهر و یا حق دختر پرسیده استاده، درست دیگه سوال اونقدر برای من معلوم نیست. خب میشد درستر میپرسیدید که دختر بالای پدرش یا بالای شوهرش کدام حق را پرسیده استادید. سوال دیگر: السلام علیکم، من 2 زن دارم، 2 زنم کار میکند، میگوید من اجازه نمیدهم. و علیکم السلام. کار کردن زن، اجازه کار کردن زن البته در نزد شوهر است. اگر شوهر اجازه نداد زن حق ندارد در بیرون کار کند، برای آنکه پیش از همه بعد از حق پروردگار حق شوهر حق پدر و مادر بالای ما فرض است و زنها حق ندارند به اجازه شوهرشون به کار برایند. سوال دیگر: زن گوید که من به تو خانه نمی کنم، به گپ مادرش یعنی خوشدامنم رفته زنم رو مجبور کند که از شوهرت جدا شو. مرد چیکار کند؟ جدا شود یا که نه؟ البته این قضیه که درباره جدا شدن پرسیده ایستادید خیلی بهتر میشد درباره زکات فطر سوال ها می آمد، لیکن اگر هیچ علاج نباشد قضیه که پرسیده ایستادید حتما باید بدونیم که سبب چی است، یعنی برای چی خوشدامن میخواهد دخترش از مرد جدا شود، سبب اساسی در چی است؟ فرزند نبودن است یا زندگی خوب نداشتن است یا ظلم دختر است؟ حتما همه طرفه ببینید. لیکن به هر حال اگر مرد داند که با این همسرش زندگی خوب کرده میتواند، در این وقت به هر حال میتواند دلی همسرش رو به دست آورد و در این وقت ها که اگر مثلا مادر به یگان سبب یا به خاطر سبب های کوچک از شوهرت جدا شد و یا مرد رو از زنت جدا شو گفت، اطاعت پدر و مادر در اینجا حتما درست نیست و اینها باید زندگیشون رو دوام دهند و مرد باید بداند که مسئله چی هست، چرا جدا شدن رو میخواهند و از نزدیک مسئله رو دیده حتما از پی حل شدنش باشد. سوال دیگر: سلام، من حامله ام، 2 روز گرفتم، بعد 2 روز سخت بیمار شدم، از هوش رفتم، هیچ چیز خورده نمیتونم، چی کار کنم؟ روزه ام رو خوردم، این گناه هست یا نه؟ جواب دید. خواهر عزیزم،
در شریعت برای هر کسی که حامله است و کودک شیر خور دارد برای او روزه نگرفتن رخصت است. شما رخصت دارید، نباید روزه میگرفتید. اگر روزه به شما ضرر دارد برعکس گناهگار میشوید. البته که هیچ گناه نیست اگر شما روزهتان را خورده باشید به خاطر اون که بیمار هستید. برای همین ان شاء الله بعد از تمام شدن حامله داری و کودک از شیر برآمدن شما قرض همه روزهتان را که اگر 2 روز روزه گرفته باشید 28 روز حساب می شود، 28 روز کم کم قرضتان را گرفته میدید. ولیکن هیچ گناهی نیست برای اینکه رخصت در شریعت برای اونهایی که بیمار هستند، البته که حامله هم بیمار است اجازت هست و در این باره آیت است که و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. هر کسی که بیمار باشد و یا مسافر باشد پس دیگر وقت روزه اش را گرفته میدهد. ممکن است سوال دیگر ببخشید، ممکن است از حاضر فطری روزه را دهیم. عزیزان خیلی که گفتیم فطر روزه مثل نماز وقتی معین را دارد، از حاضر فطر روزه را نمیدهید. اگر شما سحری روز عید تا وقت نماز عید دادید بهترین وقتش است، پیامبر در همین وقت میدادن صلی الله علیه وسلم. لیکن 1 روز و یا 2 روز پیش دادن را بعضی از صحابه ها اجازه دادگی هستند و این عمل را انجام دادگی هستند. وقتش 1 روز یا 2 روز پیش از روز عید است و یا سحری بهترین وقتش عید است، از حاضر داده نمی شود. سوال دیگر، از رادیو اذان گویان اذان رادیو رو شنیده روزه ام رو کشایم می شود یا نه؟ اگر رادیو در منطقه خودتون باشد و 100% با وقتش یعنی وقتی جای شما اگر برابر باشد می توانید البته روزهتان رو گیرید. ولیکن رادیوی پایتخت باشد، شما در یک قشلاق زندگی کنید و مسافت دور است، وقت هم فرق می کند، البته در اینجا بهترینش در همون اذان منطقه خودتان یا الان تلفن در دست همه هست، وقتی انیق فرو رفتن آفتاب را از تلفن ببینید. سوال دیگر، در اینستاگرام و تیک تاک اکثریت مسلمان ها از رولی که زنهای فحشا تماشا کرده اونس گرفته ایستادند. بر ضرر اینترنت و چگونه استفاده بردن و گناهش را میگفتید. انشالله درباره اینترنت و گناه های آن انشالله در یکی از برنامه ها با هم صحبت خواهیم کرد. سوال دیگر، سلام علیکم، صدقه فطر روزه به نابالغ دادن درست است؟ نابالغ اگر مسکین باشد هیچ مشکل ندارد. وعلیکم السلام. پیش از همه صدقه فطر رو به مسکین میدهید و اگر یک کودک نابالغ مسکین است می توانید به او صدقه فطرتان را دهید و یا به یک عائله که در آنجا یک چند کودک مسکین است، هیچ مشکل ندارد. از نام نابالغ هم صدقه فطر داده می شود و به خود نابالغ هم صدقه فطر داده می شود. اما اینجا یک چیز است، شما میدانید که به نابالغ صدقه فطر رو میدهید، او استفاده کردنش را نمیداند، یا اینکه پول میدهید شاید به پول سیگار کشد یا کار دیگر کند، یا برنج میدهید برنج را شاید اسراف کند. در اینجا باید احتیاط شوید که آیا نابالغ اون صدقه فطر شما را درست استفاده میکند یا به گناه. اگر به گناه استفاده کرد در این وقت دادن جایز نیست. سوال دیگر، اپا جان من دست و پایهایم کار نمی کند، روزه نگرفتم، من گناهگار می شوم یا نه؟ پیش از همه برایتان از الله یکتا شفای کامل می خواهم و برای تمام این صبرهایتان الله از نزد خودش اجر دهد. سپس البته که شما بیمار هستید و چه خیلی که گفتیم الله در قرآن میگوید و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. شما بیمار هستید، به سبب بیماری روزه نگرفتید، هیچ گناهگار نمیشوید. لیکن گفتید من اگرچه دست و پایم کار نمیکند لیکن در معده هیچ مشکلی ندارم، با گرسنگی طاقت کرده میتوانم، روزه گرفتید، اینجا هم مشکل نیست، لیکن هرگز گناهگار نیستید برای آنکه به صف بیماران داخل میشوید. سوال دیگر و آخرین سوال عزیزان، برای آنکه وقتی ما هم به آخر رسیده ایستاده است، اپا جان برادرم را نصیحت میکنم سحری میخورد، نماز بامداد را قضا میکند، مرا میگوید تو خودت را دان یک نصیحت کنید. پیش از همه چه خیلی که گفتیم ترک کردن نماز عموما برای مسلمان در نزد بعضی از علما حتی کفر است، یعنی انسان رو کاملا از دین خارج میکند و در نزد جمهور علما در نزد مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم نیز هر کسی که نماز رو ترک میکند باید زندانی کرده شود و اگر نه نماز نمیخوانم گوید و چند وقت دوام دهد حتی باید گردن زده شود. نعوذ بالله، خیلی گناهی کبیره است و اولین حساب کتاب در روز قیامت با نماز شروع می شود. بعضی از علما میگویند اصلا نماز خوان روزه ندارد، بعضی
بعضی از علما میگویند نمازخوان هیچ کارش قبول نیست. البته بعضی دیگران میگویند نه، روزه اش در جایش است اما گناهش را میگیرد. برای همین این گرسنگی و تشنگی که طاقت میکنید و صبر میکنید، به نماز آن را نباید هدر کنیم. و حتی چه خیلی که گفتم بعضی از علما انسان را کاملا به نمازی از دین میبرارد. میگویند و دلیل های زیاد هم دارند که عهد بین مسلمان و بین کافر نماز است، هر کسی که نماز رو ترک کرد دیگر او از دین برآمد. یعنی بعضی دلیل های قوی هم دارند. برای همین عزیزان بیایید چه خیلی که روزه رو گرفتیم و صبر کردیم، حتما باید از صبر کرده در نماز هم یک استقامت کنیم و میبینیم که چقدر نماز برای سلامتی ما، برای زندگی ما و البته برای جنت ما به ما فایده می آورد. و اینجا با همین برنامه رو به پایان می رسانیم و سوال هایی که درباره بعضی از گناه هایی که می شود در اینترنت و ضرر اینترنت آمده استاده است، عزیزان حتما در این باره یک برنامه کامل در ترازوی عملی و برنامه آستانه که روز جمعه می رود با هم پیشکش میکنیم و در این باره از نگاه شریعت و از نگاه اخلاقی چی از صحبت میکنیم. و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و حتما باید در فکر فطر روزه باشیم که فطر روزه رو کی چگونه به کی میدهیم. از حاضر آنهایی که مهاجر هستید و در اطرافتان کم بغلان نیستند فکرش رو کنید که یگان نفر رو وکیل گیریم که در تاجیکستان از نام ما فطر روزه رو به کم بغلان دهند و یقین بدانید که پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه صادق المصدوق هستند. گفته اشان حق است. اگر کم بغل هم که باشیم، اگر دادیم کم نمیشویم و ما زیاد میشویم و آنهایی که ثروتمند هستند و دادند باز زیادتر دادند، الله و بالای ثواب آنها می افزاید. با همین شمایان را به الله می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.